کم کم یاد خواهی گرفت که همه راه‌هایت را امروز بسازی، که خاک فردا برای خیال‌ها مطمئن نیست. کم کم یاد خواهی گرفت که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری. باغ خود را می‌کاری به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد. یاد می‌گیری که می‌توانی تحمل کنی، که محکم هستی، که خیلی می‌ارزی و می‌آموزی و می‌آموزی. با هر خداحافظی یاد می‌گیری. آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه. خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنن در شفای حال من. تاریکم فردا سراغ من بیا، یک روزه زیبا سراغ من بیا. من ته زندگیمو میبینم اصلا یادم. ته زندگی چیه هست؟ هیچ. یعنی چی؟ در واقع نمیبینی پس. نه هیچی رو آخه میخوام به اون برسه. هیچی نباشه خب مرگ دیگه. نه چی میشه؟ مرگ هیچ، یعنی هیچ. مرگ یعنی که no memory هیچ. هیچی. مرگ اسمش مرگه. من بمیری وقتی بمیری نه مموری داری نه هیچ چیزی نه. آخه کجا میدونیم؟ ما هنوز نمیدونیم، حدس میزنیم صرفا. خب چجوری زندگی چجوری میتونه باشه؟ هیچ. ها؟ فاس که باید بگی زندگی. خب میگم ما صرفا چون هنوز زنده بودن یه مقدار میدانیم، خب مثلا یه ایده‌ای داریم، ولی مرگو که نمیدونیم که چون تجربهش نکردیم هنوز. خب ولی داریم میبینیم آدمایی که میمیرن هیچ ارتباطی هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن، هیچ ارتباطی با ما ندارن. خودش هست که نمیدونی دیگه چی اکسپریانس میکنه، حالا افتر یا هر چیزی. حداقلش آره. خب نمیدونیم که نمیتونیم بگیم که هست که آیا با ما ارتباطی دارن؟ ندارن. نه خب میگم ولی تو که نمیدونی بر اون چی داری میکشه. خود شخص رو دارم میگم، حالا 60 سالش چیه؟ خود من الان تو چیه؟ مثلا که هر چقدر باشه بعد تو قبل از اینکه بمیریم باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، هیچ که نمیتونه باشه. خب آره دیگه من الان منظورم اینه که به هر حال من چیزی که خودم برای خودم واقعا بخوام، اگه مثلا میگم آقا تو برای خودت واقعا چی میخوای؟ چرا هیچ میخوای بشی؟ هیچی برای خودت هیچی که یعنی معنی هیچ این کاملا هیچی، یعنی اصلا فرض کن یعنی ما میگیم نابودی، آخه نابودی مفهوم من هیچ نیست، یعنی هیچی دیگه اصلا ما اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی هیچی یعنی چی آخه. چون همش بیس میخوام رفرنس بدیم. نه هیچ دیگه. ولی هیچ دیگه اصلا هیچ. خب چرا میخوای؟ یعنی که اصلا نه نابودی هست نه وجود، نه نابوجودی نه وجود، اصلا هیچ. خب میدونم متوجه شدم اینو. چرا میخوایم بشی؟ نه یعنی من خب احساس میکنم دوست دارم، یعنی نه لذتشو دوست دارم داشته باشم نه سختیشو. تو وقتی خب هنوز تجربهش نکردی و هنوز تعریفی نمیتونی براش بدی، چجوری میگی میخوایم بشم؟ حداقل میگم با تصور اگر مثلا اینه که الان به تو بگم من میخوام اردوغلیوز بشم. اردوغلیوز چیه؟ نمیدونم ولی میخوام بشم. نه تصوری که هست اگه میگم با این تعریف اگر هیچی اینطوری بشه من اینو برای خودم میخوام. خب منم همینو میگم چرا میخوای اینطوری بشه با همین تعریفی که خودت میگی؟ چرا میخوای به این تعریف برسی که نه وجود باشی نه عدم باشی؟ میگم من چون نه لذت کلا وجود رو دوست میخوام نه سختیشو میخوام. در واقع به پوچی رسیدی، میخوای اینو بگی؟ من اسم رو پوچی نمیذارم. اسم این توی فلسفه بهش میگن پوچی، نهیلیسم. اینو میخوام به پوچی که هیچ هدفی ندارم. گفتم اون خیلی فرق میکنه آخه. میگم ببین تو این سیگاری رو فرق میکنه که من دارم میگم. شب دیگه آره دارم میگم نخور راست نه. اونم حرفش همینه، اونم میگه که ما به پوچی در نهایت میرسیم، به هیچی میرسیم، هیچی نیست.
این من میگم چیز خوبی، من دوست دارم این اتفاق بیفته. من نمیگم که تو یعنی میگم اینا قبلا این چیزی میگم برو اینا رو بخون، شاید اونا یه حرفای جالب تری زدن، یه چیزای جدیدی به این ایده تو اضافه کنن، بتونن ساپورت کنن، شاید تو بتونی حرف اونا رو ادیت بکنی. ساده هدایت همون نیچه همینا رو خوندم اصلا شاید توی ذهنم این چیزا، ولی کلا همه اونا رو وقتی ذهنم بلانک میکنم از همه چیز، وقتی فکر میکنم واقعا برای خودم الان چی میخوام اینو میخوام. من نمیتونم درک کنم وقتی آدم نمیتونه یه چیزی رو تعریف کنه یا بدون اون شرایط چیه بعد بخواد به اون برسه. برای من عجیبه، شاید برای تو اوکی باشه. من رسیدن از کلا میگم این صرفا یه چیز اولا که یعنی هیچ یکی بیا آقا بپرسه چی میخواد، همین اصلا نه اتفاقی قرار بیفته نه اپلیکابیلیتی قرار باشه. تو میخوای هیچی حس نکنی، میخوای هیچی دیگه هیچی حس نکنی. آخه ببین خب وجود هم نداشته باشم، شاید اینطوری بهتر بگم وجود نداشته باشی که خب من همین دارم میگم سخت بر ما درک هستن چه مسئله. من میفهمم، من میخوام اصلا هیچی نه تو داری همون خب میگم یه فرض کن مموری اصلا از من بره، بک‌گراند اصلا هیستوری نداشته باشی، کاملا فرض کن این مفاهیم آخه این مفاهیم فیزیکیه. اوکی نه میفهمم حرفشو. میگه که آقا من میگه من مثلا فرض کن تمام میخواد همه این چیزا که الان براش اتفاق افتاده آره وجود نداشته باشه. آره تمام این مموری، تمام این آدمایی که دیده، تمام این بدی‌ها، سختی‌ها، هیچ آینده‌ای هم نباشه. زندگی آینده میگه اصلا نمیخواست. اصلا بگو آقا بردن تو رو بازی داری می‌کنی، تو بازی فوتبالی میگه مثلا نمی‌خواستم بازی فوتبال. دقیقاً. خب بعد بقیه چی؟ بقیه نسبت به تو چی؟ بقیه اگه از تو یادشون باشه چی؟ خب دقیقاً چیزی که زندگی من رو سخت می‌کنه همینه، چون من تو وابستگی یعنی چون دیگران هستن نمیتونم، اگه می‌خواستم کاملا خودت از مموری اونام آره من تالیسی که من نگه داشته به خاطر چیزی که بقیه نسبت به من دارن دست نکنه. نه واقعا میگم از خانواده گرفت تا دوستان. میدونم چی میگی. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. حالا دوست نداری که رو دیگران تأثیر بذاری؟ یعنی یک تأثیر مثبت یا منفی از نظر بقیه، ولی از نظر خودت حالا هر چی، بازم هر دو تاش، یا مثبت یا منفی. در یکی میتونه وقت بشین ارزش، می‌بینی؟ اون وقتی ارزش بشه اون وقت باز مغایرت داره با ارزشی برای خودم تعریف. نه این تا یه جاش یکیه، یعنی مغایرت داره، تا یه جاش مغایرت نداره ولی یه جاش مغایرت داره. این که تو میگی من نمیخوام هیچی ازم بمونه، همین چیزا پس موندن برای خودم دارم میگم. یعنی خودم دیگه هیچ احساسی نسبت به خودم و هیچ نداشته، ولی خب به هر حال یاد من که حالا برای میتونه بمونه. کارش من که اونو دیگه نمیتونم ریموو کنم. حالا یه سوال دیگه این هستش که موقعی که وارد چون من آپشنی که نداشتم که چویس نداشتم وارد زندگی شدم، میدونی یه روز به دنیا اومدم بود دیگه، مثل یه بچه‌ای بودی گذاشتن دم در، بابا هم برداشتن و یا من توی خانواده‌ای بودم و هست اینا همه هست. اینا یه بازی که شروع شده و منم انتخابی نداشتم برای اینکه این بازی رو شروع کنم. آره درسته. حالا بازی که شروع شده چند تا چویس دارم. یکی چویس اینه که بازی رو تموم کنم. درسته. نمیتونم بازی که شروع شده حداقل تا الان که نمیدونیم راهی براش نداریم که بازی رو شروع شده رو به عقب برگردونیم بگیم شروع نشه. شروع شده دیگه. حداقل با توجه به امکانات درسته. حالا شاید فیزیک آینده بتونیم مثلا بگیم درسته. بس بین آپشن‌ها اینه که یه دونه که بازی رو تموم کنم. درسته. یه دونه دیگه هم اینه که آخه بازی کنم. بازی رو ولی اونجوری بکنم که خودم دوست دارم. ولی که میگی من فکر کردم که آره راست، پس حداقل که اینجا سعی کن بازی تو بکن، حداقل سعی کن خوب بازی بکنی. یه چی میدونم تو بازی هست، از اون بازیایی که تو چیز هست لذت ببری، از اون قانونایی که تو بازی هست بالاخره میدونی. آخه همون ولی هنوز بتونم صرفا کاملا مغزمو فقط معطوف این قضیه بکنم که فقط زندگی خودم رو جمع بکنم و اوکی باشم، بتونم چیز بکنم. ببین یه جورایی هم به هر حال زندگی انقدر هی لفت کشیده شده هنوزم به جایی نرسیدن، کلا اصلا یه جوری اصلا امیدم دارم دست میدم. یعنی با اینکه هی چیزای مختلف بوده که تلاشم به نظر هم تو زندگیم کردم، همیشه هم مثلا فرض کن تحصیلات همیشه خوبم داشتم ولی به اینجا نرسیدم هنوز. یعنی و احساس میکنم که یعنی نرسیدن که از دید جامعه نه دید خودم مثلا یعنی از دید جامعه به جایی نرسیدم. هیچ کسی صرفا دانش آموزم صرفا و اینا. خب مثلا ببین آدم میاد فرض کن مثلا رفتم این همه تلاش کردم کنکور تمام زندگی و تمام تفریحم زدم درس خوندم رفتم هوافضا دیدم دوست دارم 6 سال زندگی تلف شد. بعد حالا اومدم اینجا، حالا اینجا یه مقدار بهتره، کلا یه مقدار پروداکتیویتی واقعا بیشتره
ولی بازم چیزی نیست که بتونه منو خیلی محکم نگه داره بگه که روشنه برو خیلی دارم ادامه میدم و نکشیدم کنار مثل نکشیدم بگم بشینم هی زرزر که کنم شکایت کنم نه بازم تلاشمو دارم میکنم بازم دارم میدوام بازم دارم ولی خیلی حقیقت رشد خیلی برام چیز نیست خیلی چیز ندارم که بگم بچسبم بهش بگم واسه خیلی بگم خب برم بذار فعلا اینجا خیلی نسبت به چیزی خوشحال نشم خیلی هم ناراحت نشم دارم سعی میکنم اینو بیشتر تو زندگیم پرکتیکلی بیارم هنوز نتونستم خیلی همین میداد من خیلی همیشه هیچ وقت نمی‌تونم وسط قضیه باشم همیشه اکستریم بودم مثلا به چیز یا ته اون ور بودم یا ته این ور شاید راهو داری اشتباه میری شاید هم واقعا همین هم هست وقتی میگی که من دارم تلاشمو میکنم ولی به نتیجه‌ای که میخوام نمیرسم نه این احساس کنم یاد جواب میده مثلا راههای قدیم کنه یعنی مثلا 6 سال 7 سال کاملا تلف مثلا اون بعد خیلی زودتر میبریدم 3 سال اول بعد میکشیدم کنار کار دیگه میکردم ادامه دادم 6 سال گفتم مثلا مدرکو بگیرم مثلا اون اشتباه بود ولی خب خودتون میدونید شرایط ایران و فعلا دیگه آدم یعنی خیلی مسائل دیگه هم هست که آدم هست که فقط خودش نیست آخه اگه من فقط خودم بودم همه چیز زندگی بسیاری به خودم بود نیست دیگه همه چی من بسیاری بقیه هم داره یه چیز دیگه هم که هست مثلا باز با این حرفی هم که زدی من خودم مثلا باز دوباره یه سری چیزایی که مثلا راجع به زندگی مثلا شاید مشترک باشه مثلا من خودم من تو ایران درس خوندم ول کردم اینجا به صورت خیلی طولانی 6 7 سال درس خوندم یه وسطش ول کردم کار کردم دوباره رفتم دوباره درس خوندم چندین بار به خاطر اینکه حتی به نظر من هیچ حالا این نظر منه ممکن نظر من ممکن نظر تو یه چیز دیگه باشه و یه جوری زندگی کنی واسه اینکه کلا اصلا به قول تو اومدیم تو این بازی هم هر جوری بخوایم میتونیم بازیش کنیم واقعیتش اینه که یه سری قوانین هم داره آدمای دور و برت هم هستن یه سری چیزا هم داره ولی در کل اون که چه جوری بازیش میکنی با توئه درسته هر حرکتی که انجام میدی یه سری حرکت هم بیرون انجام میدن و بعد تو مثلا یه سری آپشنای جدید داری حالا ولی همین منم دارم میگم خیلی چیزای مختلف امتحان کردم کارهای مختلف امتحان کردم بیزنس‌های مختلف کار مثلا روش رفتم اومدم بیرون خیلی وقتا اینجوری نباید شاید بهش نگاه بکنی که الان A باید برسی به B بعد نگاه بکنی همونجوری که چس داری بازی میکنی آخرش میخوای برنده بشی شاید یا نه شاید مثلا نمیخوای برنده بشی یا هر چی میخوای بازی کنی فان داشته باشی ولی همون تک تک موواتو باید فکر کنی و از همون تک تک مووایی که در هر لحظه داری انجام میدی باید لذت ببری تو ایران رفتی هوافضا خوندی یه اکسپریانس خیلی باحالیه به نظر من کلی چیزا یاد گرفتی به نظر من که خوب نبود حالا اینجا داری یه چیزی رو درست می‌کنی به نظر من تا آخر عمرت هم میتونی دانشجو باشی چرا که نه میدونی یعنی که یه آپشن نه اصلا من یاد گرفتن دوست دارم آره ولی منظورمو گرفتی منظور از اینکه جامعه دیگه آره آره ولی باید شاید خیلی وقتا شات داون کنی اینکه خیلی وقتا باید برای بقیه توضیح بدی میدونی که چه چیزایی برای تو زندگی مهمه و مثلا اونا مثلا حالا مثالش دارم میذارم اینکه این مشخص بشه مثلا مامان بابای من یا گوگل کار میکردم ول کردم اسپیس ایکس کار میکردم ول کردم مایکروسافت کار کردم ول کردم من آخرین باری که مثلا اسپیس ایکس رو ول کردم رفتم مثلا که مثلا بیزنس خودمون رو شروع کنی مامان پرسید مثلا چه دیوانه این چه کاریه میدونی اسپیس ایکس شرکتی که داره رشد میکنه نمیدونم سهامش اون سالی که من بودم مثلا اولش حالا نمیدونم چند برابر شد نمیدونم بگم خیلی ولی چند برابر شد مثلا میگفتم اینجا هم بمونی هم وضعیت خوب میشه هم کار خیلی خوبیه هم چه میدونم احترام داره ریسپکت داره چرا و این سوالا هی بود تا حتی چند سال مثلا سالهای اخیرم هی بود که مثلا میپرسن خب مثلا الان داری چی کار میکنی خب مثلا یعنی چی مثلا میگفتم دارم کار خودمو میکنم یا امروز سر کار نرفتم دارم مثلا خونه نشستم دارم کتاب میخونم میگفتن آخرش که چی مثلا چیکار داری میکنی این روزا تا اینکه چند روز پیش نشستم بهشون گفتم که این زندگی منه دیگه من که هیچ وقت بالاخره دارم زندگی خودم میکنم دیگه از شما که مثلا چیزی نمیخوام زندگی خودمو دارم میکنم مهم اینه که من دارم از این چیزایی که تو زندگیم دارم انجام میدم دارم لذت میبرم و استفاده دارم میکنم برای من شاید اون چیزایی که برای تو یا مثلا برای مثلا قدیمی تر نسل شما اینا براتون مهم بوده برای من شاید قدیم مهم نیست و واقعا بالاخره بعد از میام فهمید و من با آن اگری کردم گفتن شاید مثلا معیارهای موفقیت رو باید عوض کنیم برای مثلا هدف گذاری همینه دیگه هدف گذاری که هدف درست برای خودت بذاری میتونه یه هدف بلند مدت باشه میتونه هدف کوتاه مدت باشه میتونی هدف بلند مدت نداشته باشی میخوای پیدا بکنی میخوای تجربه کنی ببینی که کدوم شاید مثلا میگم
شاید 2 سال دیگه به نتیجه برسی که کامپیوترم دوست نداری، دوست داری بری فلان کار دیگه رو بکنی. میدونی؟ آره. ولی مهم اینه که تو همون زمان کوتاه هم هدف داشته باشی، چون بهت انگیزه میده، بهت انرژی میده برای کار کردن. هر کاری که داری میکنی مهم نیست. میخوای خیابون رو جارو کنی، هدف داری، میگه من میخوام مثلا سمت راست خیابون تمیزترین خیابون دنیا باشه. میدونی؟ هر هدفی وقتی هدف داشته باشی قضیه برات جالب میشه. انگیزه پیدا میکنی دیگه. نمیگی که مثلا چه فایده داره من این کارو بکنم، تمیز بکنم یا نکنم. ولی یه قسمتی هم که خودش گفت، خب میدونم قسمت سختشه که منم می‌خواستم مثلا یه ذره اشاره کنم، اینه که بقیه ولی ممکنه مسلماً اینو نفهمن. آره. و طول میکشه تا اینکه بقیه یا ممکنه همراه بشن یا یه موقع هم هیچ وقت همراه نمیشن. می‌دونی عجب آدم دیوانه‌ایه، تا اینکه یه روزی شاید مثلا یکی از این چیزایی که خود خیلی علاقه داشتی و همیشه انجام میدادی تو رو مثلا یه خیلی عجیب موفق میکنه. اون موقع بعد به خودشون میگن ما نفهمیدیم از تو، ممکنه این موقع بت بسازن بگن که این یارو خیلی میفهمید ما نمیفهمید، در صورتی که اینم نبوده. تو فقط داشتی کارایی میکردی که برای خودت دوست داشتی. دقیقاً. ولی توضیح دادنش خوبه همیشه. توضیح دادنش خوبه که شاید حداقل بتونی یه سری آدما رو همراه خودت بکنی، بخاطر اینکه همیشه آدم یه گروه ساپورت هم نیاز داره. اصلا من مثلا چه میدونم آیدینی رفیقی نبود که مثلا بگه نه آقا فان بکن چقدر خوبه باحاله. ممکنه بعضی مدت زده میشدن. آره اصلا دقیقاً خوبه که برای بقیه من اصلا همین احساس دارم. مثلا 4 تا رفیقام دیگه اصلا بوستم مثلا میذاریم هر کدوممون داریم هر کاری میکنیم از بقیه ساپورت میگیریم دیگه. میدونی وقتی ایدمون رو با بقیه شیر میکنیم، اشتراک میذاریم، صحبت میکنیم، در واقع ما برای خودمون نقشه ریختیم. میدونی ممکنه 5% هم حرف دیگران تغییر بذاره، ولی چیزی که در درجه اول برام مهمه اون ساپورت بقیه است. آیا از نظر دوست من این کار درسته؟ نظر اونا چیه؟ شاید اونا با من همراه بشن، اصلا شاید کمکم بکنن. یه سری آدم هستن که هیچ وقت نمیشن و اونم سخته. آره ولی کارش هم نمیشه. آره مهم نیست. الزامی هم نیست همه بشن. آره ولی نه جالب منظور که این صحبته به نظر من اساسیه که حالا واقعا یعنی یه سری جبرایی هم هست تو زندگی که آدم بعضی موقع واقعا به شک میاد. اومدی تو این دنیا داری باز زندگی می‌کنی، اصلا برای چی اومدی؟ چرا اومدی؟ کی گفته؟ مثلا من انتخاب کردم کجا قرار بریم، چرا باید بریم، میدونی چرا باید این کارا رو بکنم، چرا مثلا همه این چیزایی که دور برم هست اینطوری که هست. اینا هم هست واقعا. سوالی که همه دارن ولی یه سری به نظر من خودشونو گول میزنن با یه سری دلایل. ولی من حداقل به شخصه برای خودم میگم من نمیدونم، بنابراین تلاش میکنم که بفهمم. ولی این تلاش کردنه و این ندونستنه باعث نمیشه که من از اون هدف در زندگی که دارم، هدفی که توی این زندگی که حداقل راجعش میدونم آقا من در یه سنی به دنیا میام از صفر، یه سالی هم میمیرم، 100 سالگی، 70 سالگی، 60 سالگی، 90 سالگی، یه سالی میمیرم. یک رنجی رو دارم که فعالیت بکنم، تلاش کنم، لذت ببرم و کل این جامعه رو، کل این هدف رو ببرم جلوتر، گسترش بدم اون چیزی که میدونیم رو. آیا اگه چیز بهتری دونستیم، کار بهتری تونستیم بکنیم، چه بهتر. نتونستیم، حداقل تلاشمون رو کردیم. و در این زندگی با همین شرایط، با همین قوانینی که داره، هم به نظر من اشکالی نداره که آدم لذت ببره. تو چرا پول نداشته باشی که لذت ببری؟ میدونی من اون ایده‌ای که مثلا میگن مرتاض باشه، میگم زاهد باشه، بره فقط به دنبال معنویات، حالا به هر شکلش، تو هر دینی، تو هر مذهبی، تو هر مسلکی، اونم قبول ندارم. میگم آقا ما این جسم و این فیزیک هم داریم و باید ازش لذت ببریم به هر نحوی. آره نه منم قبول دارم. دقیقاً بحث جالبی بود. یک روزه